آقا سلام، خسته نباشید. سلام آقا، خسته نباشید. میشه از شما سوال کنم چند ساله دارین آش درست میکنین و به مردم عرضه میکنین؟ بفرما. چند ساله؟ چند ساله؟ خودمون چند ساله میام؟ چند ساله آش داری درست میکنی؟ سالها. چند ساله مثلا؟ بعدن 7-8 ساله. خودت هم آش دوست داری؟ آره. سالخ شده آش نخورده و دهن سوخته بشی؟ چرا؟ سوخته میشه. اگه آش داغ که بخوریم نذاریم سرد بشه دهنت داغون میشه. دهنت میسوزه. آره. خدا نکنه. آقا داریم در مورد همین ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش اگه سرد نشه گرم بخوری به چه فایده؟ آقا یه آش فروش، ما داریم در مورد این ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش نخورده دهن سوخت؟ آره. نه، آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش داغه. هنوز گرمه گذاشتی دهنت میسوزه. دوربین برگرد. آقا ضرب مثل آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ خب آش میگم داغه. دهنت تو چجور آقاشقه که میذاری تو دهنت میسوزه دهنت. آقا خودش آش فروشه، شما خودتون آش فروش هستید؟ نه آش فروش آقا بیرونه، من کارگرم اینجا. 1000 ساله باشی شد آقا. بریم آقا، بریم.